معلمه بود، خیلی زیبا و اخلاق خوبی داشت. سینش به جای رسیده بود ولی هنوز ازدواج نکرده بود. یک روز شاگردان مکتب کنجکاوانه از او پرسیدند: معلمه، با آنکه دارای اخلاق و حسن خوبی هستید هنوز خانه‌دار نشده اید، برای چی؟ معلمه گفت: میدونید یک زنی بود که 5 دختر داشت. شوهر آن زن را تهدید کرده بود که اگر بار دیگر دختر به دنیا آورد او را در کوچه رها میکند یا به هر نحوی که باشد از او خلاص میشود، طلاقش میدهد. خواست خداوند بود که آن زن بار دیگر باز دختر به دنیا آورد. پدرش هر شب کودک را میبرد پشت در خانه های مردم میماند تا یگان کس بگیرد. ولی صبح که می آمد میدید که کسی طفل را نبرده است. تا 1 هفته این کار ادامه یافت و مادرش هر شب برای طفل دعا میکرد و او را به خدا میسپرد. خلاصه آن مرد خسته شد و دخترچه‌اش را به خانه‌اش باز آورد. مادرش خیلی خوشحال شد تا اینکه بار دیگر حامله دار شد و این بار نیز خیلی نگران شد که مبادا باز دختر به دنیا آورد. اما با خواست خداوند این دفعه پسر به دنیا آمد. همین که پسر به دنیا آمد دختر بزرگشان از دنیا گذشت. سال دیگر زن باز حامله دار شد. پسر دیگری به دنیا آورد اما دختر دویمشون وفات کرد. تا اینکه 5 بار پسر تولد کرد و 5 دخترکش همه از دنیا گذشتند. اما فقط یک دخترشون، همانی که پدر میخواست از او خلاص شود، زنده ماند. مادر از دنیا گذشت و آن یک دختر و پسرها همه بزرگ شدند. به وای رسیدند. میدونید آن دختری که پدرش میخواست از او خلاص شود کی بود؟ آن دختر منم. گفت: معلمه، پرسیدید که برای چی تا حال ازدواج نکردم؟ میدونید برای چی خانه‌دار نشدم؟ چون که پدرم خیلی پیر است و کسی نیست که او را نگاه بین کند. من خدمتش را میکنم. آن 5 پسر یعنی برادرانم گاه خبرش را میگیرند. پدرم همیشه گریه میکند و پشیمان از کاری است که در کودکی با من کرده است. چی بسا چیزهایی را که دوست نداره و ناپسند میدانید، اما برای شما در آن خیر نهفته است. عادتا مردها برای پسردار نشدن همسرهایشان شور میبردارند. همسرهایشان را مورد عذاب و شکنجه قرار میدهند یا از آنها جدا میشوند. ولی چی پسر چی دختر، هر دو هم نعمت پروردگار است. باور کنید وقتی که دختر تولید می شود گویند از چند روزنه خانه فیض وارد می شود، برکت وارد می شود. دختردار خوب دولتی است.